سلام به فایر استاریای عزیز، بالاخره برگشتیم با یک ویدیوی خیلی 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 خفن. ویدیویی که شاید با دیدن اون دیگه نیاز به فیلتر شکن نداشته باشید. خب بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. فقط قبلش اینو فراموش نکنید که الان ما برگشتیم خیلی خیلی پر انرژی تر و نیاز داریم حمایت های بیشتر شما برای ادامه بهتر کار. پس لایک و سابسکرایب فراموش نکن و اونو انجام بده و بیا ادامه ویدیو رو ببین. خب من اومدم وارد گوگل شدم و ویندسکرایب رو سرچ میکنم. خیلی کار سختی نیست. وارد سایت windescribe.com میشین و روی گزینه ساین اپ میزنید تا ثبت ناممون انجام بشه. فقط قبلش این نکته رو من یادآور بشم خدمتتون که برای خب ثبت نام و اون گرفتن 10 گیگ الی 30 گیگ آزاد ویندسکرایب، چون خب ماهانه با هر اکانت که میسازین 10 گیگ الی 30 گیگ میتونید فقط مصرف کنید که اونم خدمتتون که عرض کنم باید با یک فیلتر شکن دیگه بیایم ثبت نام کنیم. فقط همینجاشو یکم سختی و مشکل میشه احساس کرد، وگرنه باقی جاها مشکل خاصی نداره و مراحل خیلی ساده است و راحت طی میشن. خب ما اومدیم صفحه‌ای که می‌خواستیم create your account. خب اینجا نوشته choose username، یعنی خب باید اینجا اسم خودمون رو بنویسیم، اسم اون اکانتی رو که می‌خوایم بذاریم رو بنویسیم. من اسمش رو الان خب یه چیز تکراری هم نباشه بذارم دارک، مثلا علی صرف 90، مثلا دارک 90 دارک علی 090. من اینو گذاشتم. پسوردم خب یه چیزی بذارم الان من اینم پسوردش. خب ایمیل اینجا یکی از نکات مهمیه که الان بعد اعمال به ایمیل خیلی مهمه. اگر ایمیل رو شما نزدید فقط همون 2 گیگ بهتون تعلق میگیره، اما اگر ایمیل رو زدید و اون ووچر رو هم که من بهتون یه کدیه میدم، یعنی کد اجرای تخفیفه بهتون میدم، زدید انشاءالله دیگه ماهانه 10 گیگ اینترنت 10 گیگ بخشید فیلتر شکن بهتون تعلق میگیره و میتونید راحت استفاده کنید. سرعتش هم خیلی خوبه. خب بیایم ادامهش رو الان ببینیم. تا یه ایمیل بزنم، نمیدونم چه ایمیلی الان استفادهش نکردم. خب من اینو میزنم من. خب دوستان، من اون قسمت های ثبت نام رو انجام دادم. فقط داخل این قسمت کرت اکانت رو که زدید تازه باید یک کپچایی وارد کنید. تو قسمت اینتر کپچا اون تصویر پایینیه که نوشته PHASZ به ترتیب حروف انگلیسی، خب یعنی به ترتیب بزرگ و کوچیکش با رعایت بزرگ و کوچیک، اونا رو حتما بنویسید داخل کپچا تا ثبت نام شما کامل بشه. خب بعد من الان نوشتم و گزینه کرت اکانت الان کلیک میکنم. خب خدا رو شکر اکانت ما بعد از مدت ها و بعد از هزاران تلاش، شما نبودید، خیلی واقعا تلاش کردم چون آی پی ما شناخته بود، می اومدم با یه مرورگرای دیگه و بالاخره انجام شد، خدا رو شکر. خب این از این اکانت. خب دیگه نیاز نیست کار خاصی رو انجام بدین، فقط میرید داخل ایمیل. من الان مستقیم برم داخل ایمیل و اون ویندسکرایب که اومده وریفای میکنید. نگاه کانفرم ایمیل فور 10 گیگابایت، یعنی 10 گیگ. خب الان من وریفای فکر کنم که انجام شد. بله، ایمیل کانفرم تایید شدیم، درست. خب این از این. من خب وارد اپلیکیشن ویندسکرایبی میشم که خودم ساختم. خب روی گزینه لوگین بزنین، یعنی لاگین رو کلیک کنین، گت استارت رو کلیک نکنید. یوزرنیم هم همون که خودم گذاشتم میذارم، پسورد هم همون. خب دیگه نیاز به کدی نیست و روی تایید کلیک میکنیم که وارد فیلتر شکن بشه. این تنظیماتی که الان میگم خدمتون خیلی مهمه. من این نکته رو هم بگم خیلی خیلی مهمه.
یک برای کاربران اپراتور ایرانسل که خیلی 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 خوب کار میکنه، بدون هیچ مشکلی کار میکنه. برای اپراتورهای حالا ممکنه رایتل همراه اول، اونا ممکنه که دچار مشکل بشه هر از گاهی مثلا کار نکنه، اما برای ایرانسل همیشه کار میکنه. باید سرورهای مختلف رو فقط امتحان کنید و دیگه برای نت مودم هم فکر نکنم مشکل داشته باشه. من خودم امتحان کردم، میتونید شما تست کنید، ضرر که نداره، تست کنید و لذت ببرید. خب الان من 10 گیگابایت دارم که هر ماه تمدیدم میشه. اگر احیانا مصرفتون بیشتر از 10 گیگابایت بوده، چون سرعتش واقعا بالاست، یه جور اختصاصیه، آی پی عمومی نیست، و اگر مصرفتون بیشتر از 10 گیگابایت بود میتونید حتما اکانت های دیگه هم بسازید. اگر هم میتونید صبر کنین و در یک ماه مصرفتون کمتر از 10 گیگابایت بود که خودش به طور خودکار 10 گیگ تمدید میشه. خب من میرم وارد اون 3 خط بالا میشم، اون 3 خط سمت چپ بالا. خب وارد گزینه ژنرال، ببخشید روی گزینه کانکشن میزنم و گزینه کانکشن مود که الان روی اوتو است و روی مانوئل اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم میذارم و پروتکلش رو روی استیلث میذارم و پورتش هم خب دیگه همون. این خیلی مهم، اگر این تنظیمات انجام نشد خب دیگه فیلتر شکن شما وصل نمیشه و این همه زحمتی که کشیدید یه جوری از بین میره. خب الان من میخوام این سرور رو امتحان کنم، بزنم ببینم چه جوریه، واقعا جواب میده یا نمیده. خب یکی از خوبیاش اینه که سریع وصل میشه. البته بازم من تاکید میکنم با اینترنت ایرانسل و اینترنت مودم خیلی 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 خوب کار میکنه و تضمینی، ولی با اینترنت های همراه اول و رایتل و سایر اپراتورها که اکثرا من اینا رو امتحان نکردم دیگه، اکثرا اونا ممکنه یکم مشکل داشته باشه، مثلا ساعتی کار کنه، یه ساعت کار کنی ساعت نکنه. خب اینم سرور آتلانتا که من براتون متصلش کردم، خیلی 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 وی پی ان خوبیه و مشکلی نداره، چون خیلی سرور زیادی هم داره از کشورهای مختلف. فقط اون ستاره دارا رو نزنید چون اونا برای قابلیت‌های پریمیوم هستن و ما دسترسی به اونا نداریم. اونایی که حالا قلب کنارشون هست میشه ذخیرهشون کرد و راحت میتونید سروراش استفاده کنید که سرورهای کمی هم اکثرا نیستن. خب خوشحال شدم که ما رو دنبال کردید. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. واقعا آموزش بدی نبود به نظرم و حتما لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. ما بالاخره بعد از مدت ها برگشتیم و نیاز داریم به حمایت های بیشمار شما عزیزان که همیشه به ما دلگرمی میدادید و ما رو شاد و خوشحال میکردید و الان هم این کار رو انجام بدید تا در ادامه کار یک روند صعودی و بدون هیچ افت و خیزی داشته باشیم و با ویدیوهای جدیدتر و شاید ویدیوهای کاربردی تر در خدمت شما عزیزان باشیم.